رادی اینا بچه‌ها جمع کردن اینا توزیع کردن اینا. این بچه ها برای هر خلطه پرتابی که جمع می کنند 30 سامانی پاداش می گیرند. آنها را به این کار و از طریق شبکه‌های اجتماعی بختیار سفرف مهاجر تاجیک از روسیه تشویق کرده است. بختیار میگوید میخواهد برای تاجیکستان کاری نیکی انجام دهد. گفتم که برادرو کدام آدمی که مقصد در کدام منطقه زندگی میکنه در لوبای جای تو خود در پامیر خود در ونج خود در دوشنبه جای در باشه گفتم همین برای همون مسورکه را صورت بگی یا که ویدیو کن جو برا را صورت گرفته‌سیان و ویدیو کرده‌سیان آورده‌سیان گیردی خونه را تازه اوجه دیدم که همین چیز در شاقما شدند. دعوت بختیار در شبکه‌های اجتماعی به خصوص نورسان را جلب کرده است که روزانه به او از 100 تا 120 ویدیو می‌فرستند. بختیار سفرف ساکن دوشنبه است و 17 سال باز در مسکو زندگی می‌کند و همراه برادرش مغازه نه چندان کلانی دارند. بعد 6 تا فکر کردم گفتم که چیکار کنم که من خطیبی هیچی هم که نباشه کم ترک در همین ملتم خوبیم برسه. مرم تاجیکم بیرون وطن مقصد چندین سال شد غریبم. به یادش زمانی نورسیش در روستا رسیده است که چگونه خودش را به کار تشویق می‌کردند. وقتی که مایده بدم همین بیبیم وای میکرده میگفت که با میرفتم پیش بیبی میگفتم که یک کوسه جرغوت شیر البته بخرم با خر میداد یا دوست میداد من میگفت که برات یک خر علف میاری با یک کوسه شیر میتیم. ما ساعت 4 ساعت دم خستم کتی جرم میشتم خر دم میرفتم ادیر یک خر علف میآوردم با ما یک کوسه جرغوت و یک کوسه شیر میداد. با امورا منم گفتم که بیا همین گودک کارا خیا 100 روبل 500 روبل 1000 روبل گفتم همین گودک کارا خرسان کی نه بار دیگه سلام کرد خر نکجون خوشش ادیا نکجون. در نوارهایی که نورسان زیادی به بختیار سفر فرستادند نقل میکنند که چقدر پرتاب جمع آوردند و کجا را پاکیزه کردند. بختیار میگوید از حساب خودش به بچه ها پول میدهد. میگوید از این کارش احساس خوبی دارد. وقتی که یک گیردی خونه‌ش توزه میکنه یا رایونش توزه میکنه پیش همون کدنش ویدیو میکنه روی میکنه میبینم چه جزیره بعد کدنش میبینم که همونجا توزهش جگه کم خیلی رنگ دلت هوی میشه کو خیلی خرسان میشه. بختیار در مدت کمتر از 10 روز به بچه هایی که در پاککاری محله و کوچه هایشان سهم گذاشته‌اند 35,000 روبل تقسیم کرده است. با شوخی میگوید تا زمانی تمام شدن پولش این نکوکاری را ادامه میدهد. Ya te safar dos tens, ya te jam